کلمه خواندم، یاسین خواندم، داد از دست بی‌عدالتی. کار کی میکنه کی رقم میتن. یک مرد در ناحیه واسه خود را به دار آویخته در نامه واپسین کارمندان میلیسا را سبب خودکشیش نامیده است. جسد سید امیر صوفیوی 53 ساله را روز 30 نوامبر برادرش در عاقلخانه پیدا کرد. اومدو کشول هم یه داکا. آدم یه کشول بود. آدم یه کشول بود. مریض باند باستگی بود. بعد میلیسیانی رو اومدن. بعد با چیزی همو گرفتیم. همو با گپی میلیسیانی رو گرفتیم. او در 8 صحیفه زندگی روزهای آخر را نقل کرده در مقابله دفتر نوشته است که پدرود تا روز قیامت از دست بی‌عدالتی. دفتر در میخیل نوشتگی موندگی بود. بعد کارکنای ارگان فایرود کردیم گفتیم که هی بچه‌ها بیاین اینجا دفتر دور نوشتگی چیز دور ایجاده. مرحوم نوشته است که او ماه فوریه سال 2017 بیگاهی از واسه به خانه می آمد. ناگاه جوان مست با نام سهراب نوروف خود را زیر ماشین او پرتافت. سید امیر میگوید او را به بیمارخانه برده است و مقامات نیز این حادثه را سنجیدند. سهراب با کمک او تبابت یافت. با همون آدم کدام ماشینی زده هم ماشینی زدگی آدم کشته رفتگی او را نیافتن با هم بیچاره فیرود کرده همون گلو روز پوست کرده که در گردنی تو میزنم تو اینه میخیل میکنی تا میخیل میکنی. سهراب به گفت اقربایش روز 19 نوامبر در صدمه دیگر به هلاکت رسید. اما به نوشته مرحوم او را به تهدید عیبدار کردن در همین پرونده به شعبه کارهای داخلی ناحیه واسه دعوت کردند. زبون خرچه داد که من نقص شدم گشته استم گفته با ایو که تهدیدش کی کردن یا برگی سختش رسید که نگاه دنیا بی‌عدالتی را کی. وقتی از شعبه کارهای داخلی ناحیه برگشت به گفت پسرش افسرده حال بود. تا چوکا این گفتم رفت نومده نه چی گفتن گاش گفت که بچه‌ام تا داخل نداره چی گفت تر بهوده تر فهمیدن سوما بروورده 60 سومون ایاک جورام 20 سومون بالون گرفته بود بالون ابته گفت بازینه که فقط هر مغازین قرض داشته قرض ابته گفت. به گفته سعید جان پدرش از ماشین یک بسته سلافنی را بیرون آورد و او را نگذاشت که به آن دست زند. بعدتر معلوم شد که در آن بند دار بوده است. برو مانیم هم کلور دا چوکم گرفت خیلی مچه کرد خوشنوی کردم من ترسیدم روسیگه هم خیلی استودم دستم ننسوز. سید امیر صوفیوف در نامه پیش از مرگ نام مفتشی را که او را به بازپرسی دعوت کرده است با رقم تلفنش ذکر کرده او را سبب مرگ خود می نامد. بهرام گفتنی اوگالوونی که از دوشنبه فریاد میکند. بیانات بر دروغ نوشته اوگرژد میکند من را گویا که سهراب را من زده کشته باشم. سهراب را کدام ماشین دیگر زده گریخته رفته است. قصدش را از من گرفته ایستادند. بهرام حکمت‌اللهیوف مفتش شعبه کارهای داخلی ناحیه واسه در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کرد که مرحوم سید امیر صوفیوف را روز 30 نوامبر به شعبه کارهای داخلی دعوت کرده بود. اومد هم جمع یک بیانات داشت ممکن که همین یگان نه همین تجهیز پیدا شده که مثلا فرقی نیست مرا دعوت کرد نه قدر گپ همین سنجش خودش معین میکنه که نگوره کی. مقامات امنیت داخلی وزارت کارهای داخلی و دادستانی به تحقیق قضیه پرداختند. به قول طبیبان و تصدیق خویشاوندان سهراب نوروف بعد از این صدمه فردای همان روز از شفاخانه جواب شده تا صدمه دیگر یعنی در تاریخ 19 نوامبر صحت بود. دوباره به پرونده یک سال پیش رو آوردن مقامات را اقربای سید امیر صوفیوف به حیات عائلوی دختر خرده‌اش مربوط می‌دانند. گلبهار 6 سال قبل با جوان از ناحیه دنغره عائله برپا کرد. به قول او شوهرش پیوسته او را میزد و نسبت به او گمانی بد داشت و اقربایش جانبدار او بودند. زندگی همین با ترس زندگی کردگیم با ترس زندگی کردگیم که با بسیارترین خیخای میکردن. چند بار هم به پدرش از وضع خود شکایت کرد اما او به خاطر 2 فرزند به گلبهار میگفت که صبر کند. کاسه صبر گلبهار بعد از یک چنین صحنه دهشتناک لبریز شد. خیس مرا همین سرما گرفته در تنه فندامنتی خونه‌شون در حولی خوابیدیم. در تنه فندامی کتید سرم هم تا بنیم شکست سرم هم تا خونشو شد. با همون طرم هیچ کدام نگفتن همین
بچه‌شون تو جنگ نکردن همون. گلبهار با بهانه عیادت دادرش که در شفاخانه قریه بالا بود به خانه خواهرش به دوشنبه آمد. به پدر و نزدیکانش عرض احوال کرد. بعد ایگا پورا گوه شای سری آتشم پرید ایمم خواهرشم گفتیم یگون شب زدن نکشد. ما میسود بخبر مونیم. بعد برami آتش گریه کرد گفت من چخیل کنم ایو خلاص شم. مصلحت شد که گلبهار را از این گرداب برهانند. به او پول دادند که کودکانش را گرفته به خانه خواهرش پناه ببرد. سعید جان میگوید همان روزها به خانهشان به دهه زرکمر کارمندان حفظی حقوق آمدند. پدرش را سراغ کردند و از احوال خواهرش پرسیدند. ای از ند گفت عریضه پیشنهاد کرد یگیان گفت اینجا عریضه نویسن که هم خیلی بودیان زنم رفته قدیق ده کودکم بیان ایرا تینج کنن گفت چی میشه از این یک میکنن یا نه. با شنیدن مراجعت شوهر گلبهار به مقامات، بختی‌نسا خواهرش ساکن شهر دوشنبه به میلیسا تماس گرفت و گفت که گلبهار در جای امن است و دیگر نمیخواهد به آن خانواده برگردد. شخصی که خود را یکی از مسئولان شعبه کارهای داخلی ناحیه دنغر معرفی کرد به قول بختی‌نسا به دوغ و پوپیسه گذشته است. همین خواهر خودت گفت قانچق بده گفت значит گفت یگم یا برداشته گفت قطعامو گفت بروماده رفته گفت. شروع از همین روزها به قول تبار سید امیر صوفیوف او دیگر آرامی نداشت. هم از شعبه کارهای داخلی ناحیه واسه هم از ناحیه دنغره به او پیوسته زنگ می‌زدند. نمیدونم گفت اپا اوش با ایش سویاز دوران که ایش چی بالای هست که ایش با ایش گفته ایش تلفن میکنه بعد ایش بماره ایش تلفن میکنه تهدید میکنه. آخرین کسی هم که او از پایه دار زنگ زد همین خواهرش بود. منم خیلی مرا تهمت کسی از دو طرف جقیده است یا ما گفتو که این بحرم بسیاری بعد غم بوده است. سید امیر صوفیوف 5 دخترش را از عائله اول به مادر به وای رساند. فرزندان میگویند که برای آنها هم پدر بود و هم مادر. خود او در نامه واپسی نوشته است که تا این حادثه زندگی خوب داشت. اگر از طرف زندگی من پرسان شوید زندگی نغز داشتم. قابچه های پوری گندم. تمام کارها را کرده زندگیم را گذرانیده ایستادم. حالا اقربای سید امیر صوفیوف میخواهند که از طریق مقامات حفظی حقوق جواب بگیرند. کدام شخص خواهش زندگی را از نفر محبوب آنها گرفت؟ آیا مجرمین جزا میگیرند؟